سلام عشقا، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به اولین ویدیوی چنل یوتیوب من. و بچه خیلی استرس داشتم که میخوام اولین ویدیو یوتیوبم ضبط کنم و بالاخره ضبط کردم. و ما جدا از لانگ ویدیویی که قراره بذاریم، حالا نمیدونم هر چند روز یک بار قراره یه ویدیو لانگ بیاد، شاید هم هر روز باشه، اصلا معلوم نیستش، ولی ما هر روز شورت ویدیو رو داریم و اگه بخواید میتونید ببینید. کلی شورت ویدیوی خفن گذاشتیم و عشق من دیگه. چون اولین ویدیو یوتیوبمه، واسه رفیقاتون بفرستید، این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و چنلم هم ساب کنید. عشق من آقا، برو بریم سراغ سمای این هفته اکسپلور اینستاگرام. از اینکه حسین و حسام تیم توی استریم فلیم حسین بودن و تا سمای دیگه، برو بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب اولین کلیپ همونطوری که بهتون گفتم ماره حسین پلی. باشه یه حالی کنیم. چیکار کنیم؟ کشیدنیه. یه حسین زدم. داداش نه بابا، میگم مامانم رو لایو به امام باجی تو رو بچت واسه حسین. مامان پرنک بود. حسین داری گل میکشی؟ بی پدر مادر. مامان ای آی دارم نگاه میکنم. خوب میشه از اون خونه میری بیرون. وسایلتو جمع کن، برو گم شو. واقعا از این سری رفیقا بچه که واقعا همیشه این رفیقا دردسر سازن. فلم اینجوری میاره داداش چه تو اتاق. سوهل صدا تو آیفونه. عشق من جیگر من. وایج خیلی خفن بود واقعا استریمش و اینکه تونست رکورد ویوی کیکو بهتر کنه. واقعا خفن‌تر از تمام اینا بود. جدا از محتوایی که داشت، تونست تیمو بیاره روی استریمش. کلا اصلا اینکه رکورد پیک کیکو تونست بشکنه واقعا خفنه. و فکر کنم رکورد قبلی فکر کنم 4 خورده بوده، 4 خورده 1000 تا بوده، ولی این 6000 تا بود و واقعا خفن بود. و اینکه تیم هم آورده بود روی استریمش واقعا اصلا خفن‌تر بود. و بریم سراغ کلیپ بعدی. وقتی به این فشار میخوری چیکار میکنی؟ لباتو شیر بزنم، یه ریمیل بزنم، کانسیلر بزنم. ای بابا اصلا کی گفت فهماتورل دهنی تو چقدر داوسپشی میامد به سامسا. بریم سراغ کلیپ بعدی. یه میمه وقتی برای قصاد من تیک تاک نصب کردم. خود قیافش هم شبیه چیزای قصابه واقعا. خب بریم بعدی. من یارو رو یه جو دیدم قبلا آجی، واسه نه لباسش خیلی آشناه واسم. اینا نه چیزه ماره این یاروی شاپه چی بود؟ ماره اونه پشمام چیز بانو رهین لباس رو تنش میکنیم. میگم یه جا آشنا دیدمش. برات متاسفم دختر یه عبدالآبادی. خاک تو سرت دختر پایین شهری. من اصلا همینجوری میگم از آدم فضول بعدم میاد در سایت خودم یه اتفاق مثلا تو کوچه بیفته واقعا کنجکاو میشم. حالا یا تو کوچه یا به هر حال یه موضوعی پیش بیاد واقعا از فضولی میمیرم. چرا اینجوریه؟ لباس با کتاب ریاضی درست کرده. امان از فشار اقتصادی واقعا داره عقل از مردم. این بحث واقعیت زندگی خودم هست. خب بعد چیه؟ چه سمیه؟ پشما. حالا الان جدا از شوخیش و ایناش واقعا الان مشکلات یه جوری شده بری برای تراپیست تعریف کنی، تراپیست خودش نیاز به تراپیست پیدا میکنه. واقعا جدی میگم، تازه اگه پیدا کنه تراپیستی که بتونه مشکلش رو حل کنه. این چیه؟ جلو ما چونو مینداخت بیرون، تلق موهاش هم فکر کرده بود اینجوری میکرد. علی میتونم لوسیانو تو بزنم؟ آره سیا بچه بزن. من دوستان در حال قیمت راجع به زمین و زمان. بعدی چیه؟ قد چند من نیستم موجود 173 واقعا 73 170
73 تا کجای من میشن 173 تا اندازه میز میشه نه نمیدونم چند میشه 73 تا اینجاها بشه دیگه بالاتر تا جای مانیتور هم میشه فکر کنم دیگه تقریبا 73 خیلی چیزه که وای آجی اینا من اگر کافر و بیدین و خرابم به تو چه؟ به تو چه؟ من اگر مست می و شرب و شرابم به تو چه؟ به تو چه؟ کارزمی خوب واقعا بازی کنه خوب ازش در میارم واقعا هم باحاله ولی عاشق سنتور رو بابم خیلی داره فوش بیا من ولش کن ناخوناتو میگیرم خیلی رو مخم واسه اصلا چه رفتی به همسایه‌شون داشت جز اون دوربینایی که نشون داد همسایه‌شون هم بود مگر پسر بره خونه بیادب که همسایه چه بیادب واجی پسره نوشته یامی یامال اشکال نداره خب تو خب بچی منو فالو کردی چرا در استوری میذارم لایک خیلی شبیه یامال حالا من شاید باورتون نشه الان جام جهانی هم هستش من حتی شاید بهتون بگم 1 دقیقه هم فوتبال نگاه نکردم مثلا کلا فوتبالی نیستم علاقه هم ندارم خب ولی یامال رو میشناسم میدن همین که یامال میشناسم و میدونم که خیلی شبیه یاماله حتی اصلا من اینو دیدم فهمیدم یامال کیه قبلش نمیدونستم خب بعدی ببینیم چیه وقتی وسط تو برق میره و گوگل چت جی پی تی کار نمیکنه و اگه گوگل چت جی پی تی کار نکنه تو قطعا نمیتونی واسه با معلمت ارتباط بگیری پس دیگه اینطور کنسله یه بهانه‌ای داری برای اینکه بگی آره دیگه من نتونستم امتحان بدم بهانه زیاده وقتی از این پرسن چجوری 2 روز یه بار امتحان تموم شه وای آجی منم اینجوری هم واقعا مثلا من 6 گیگ میگیرم تو 2 روز تموم میشه نمیدونم داستان چیه ولی خیلی تازه کاری هم نمیکنم نه یوتیوب میرم نه حالا مثلا اینستا میرم و در حد 1 ساعت دیگه 1 ساعت خیلی فکر میکنم بعدی چیه بالگیر انرژی زنات بالا کارش رو دوستم بهترین رفتاری که من با پسر رو دارم وقتی مامانم سیب زمین صبح کرد و یه لحظه داشت پس واقعیه خب یادتون مدرسه بگیر نماز بخونی یه الان داری تقاض شو پس من یه بارم حقوق میگیرم واقعا از پسری که دانش آموزی که کلاس سومه چه انتظاری دارین که سوم بودم فکر کنم نماز دیگه اولین باری که تو مدرسه نماز خوندم کلاس سوم بودم فکر کنم پسر کلاس سوم چرا باید نماز وضو بلد باشه دریفت تا آخرش اینجوری سر حالا کار ندارم چرت و پرت هستش ولی واقعا خیلی کار میخواد یکم چیزا رو خیابونا رو درست کنی ولی واقعا باحال که نه یعنی لگو هم داره شرط می‌بندم مار یه پسر بچه چیزی باید باشه که ویدیو رو درست کنه امکان نداره مثلا یه مرد بزرگ بخواد این ویدیو رو درست کنه عجیبه واقعا امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید تا سمای بعدی خدا نگهدار